خرید اشتباه انجام دادم. کیف مورد علاقه اومدیم با یاسی بگیریم. یاسی نگرفت، گفت سری بعد میام با هم میگیریم. ماه بعد میام برای یاسی میگیریم. خرید با موفقیت انجام شد. حالا برسم خونه براتون آنباکسش میکنم. اومدیم بیرون برای سوشی کادو گرفتن تشریفی. از فستیوال بلاگراست. از این بیسکویتا که دیروز گرفته بودم برای همه چلو دور میرن. سیرابی خیلی دوست داره. دو تا از اینا. بچه خیلی خوشحاله. من اون روز که رفتم پالادیوم یه خرید داشتم، یعنی 2 تا خرید داشتم، گفتم بیا با هم آنباکس کنیم بهتون نشون بدم، یکیش برای خودم یکیش برای مشتری. گفتم میگه بیام با هم آنباکسش کنیم. یه دونه این اولین خرید برای خودمه، یه دونه برای مشتری. از این کیفای سولامو رو گرفتم، گفتم بیام قبل اینکه براش بفرستیم با هم بازش کنیم. خیلی جعبش بزرگه، یه جعبه بزرگ داره این شکلی. برای خودم وقتی فرستاد جعبه نداشت که آنباکسش کنم. بذار برم سوشی رو بیارم، اون بچه تو بیرون داره اذیت میکنه. اوردمش گوشمش باش. آره یه جعبه بزرگ داره، برای من تو جعبه نذاشته بود. رنگش خیلی نازه، بخاطر گفتم حتما قبل از اینکه بفرستم به شما هم نشون بدم ببینید که چه شکلیه. کیفاشو اینطوری میذارن توی این داست بگا که حالا تمیز و خوشگل بمونه. رنگش واقعا نازه، ولی من رنگ خودم خیلی دوست دارم. قهوه‌ای کم رنگی، میبینید خیلی خوشگله. اینطوریه. توش هم یه دونه کیف داره دیگه، یه دونه بند بلند داره. خیلی کیفاش خوشگله. استیکراش هم این اینطوری تدی داره. یه دونه از این خود چیز سولامور داره. خیلی خوشگله. این از اینا میاد میبرن دیگه، باید دارم آمادهش کنم که بفرستمش. یه دونه بیا سوشی بفرستم. یه دونه چی داریم؟ دیگه آنباکس خودم. من این دونه کیف بود از پارسال خیلی دوست داشتم بگیرم از یاسمین گلد. یاسمین گلد بیشتر طلا اینا داره، ولی کیف و عینک دودی و اینا هم داره. اینو خیلی دوست داشتم پارسال بگیرم. بعد دیگه اون روز رفتم توی پالادیوم، این کیفارم داره، چون تو سایتش زده بود مثلا یه ماه اینطورا طول میکشه که برسه دستتون. خیلی خوشگله، خیلی نازه، خیلی دوستش دارم. اصلا این چیزی نکنید داستگیش چه خوشگله، خیلی برنده خوشگله، دوست داشتنی. طلاهاش هم من خیلی دوست دارم. یه کیف تابستونی ازش گرفتم توی از این حصیری‌ها، خیلی خوشگله. یه بند بلند، این بند بلند داره، هم توی با بند بلندش استفاده کنید هم با بند کوتاهش. اینو وقتی می‌خواستم بگیرم برام صورتشو گوش بودم، صورتش هم خیلی دوست داشتم، ولی یکی گفتش که این قهوه‌ای بیشتر به استایل میاد، صورتش با همه چی ست نمیشه. بی بغل مامان صورتش آره گفت مثلا با همه چی ست نمیشه، این قهوه‌ایش نازتر دیگه. 2 تا 3 تا سایز داشت، من سایز کوچیکشو برداشتم چون که گوشی و همه اینا توش راحت جا میشه. تو خود کیفم میدونید از این دوباره چیزا داره، پارچه ها داره که هر چی بخواید اونجا میذارید این تو که گم و گورم نشه. ولی خیلی خوشگل، خیلی دوستش داشتم. این از این. میگفتم 2 تا رو هم آنباکس کنیم. من دیروز میخواستم ویدیو بگیرم، انقدر حالم بد بود یه ویروس گوارشی گرفتم. حالا نمیدونم ویروس گوارشی بود، مسمومیت بود، چی بود، چون قهوه خوردم بعدش حالم بد شدش. ولی دکتر گفتش که بخاطر قهوه نیست، قهوه مثلا اینطوری ساید افکت نداره رو تو که داری هر روز میخوری یا اینا. گفت ممکنه ویروس گوارشی باشه، ولی خب ویروس گوارشی زیاد چیزی هم نیست، قوی هم نبوده.
دیگه به خاطر همین اصلا دیروز افتادم، هیچ کاری نتونستم بکنم. برنامه این بود که این هفته برم باشگاه زیان و آفتاب و سولار، چون که تولد دعوتم، لباسم سفیده میخوام بپوشم، گفتم حداقل برم دوباره رنگم برگرده، چون که خیلی وقت نرفتم آفتاب و سولار، دوباره دارم سفید میشه. ولی دیگه نشد برم و فردا برم باشگاه و یه ذره به کارم برسم دیگه. این از آنباکسای این ویدیو. ببینیم دوباره تو این ویدیو آنباکس داریم یا نه، چون خودم هر سری سورپرایز میشم با آنباکسی که تو ویدیوها داریم. هی میگم تموم شد. بریم جلوتر میبینیم که من دوباره آنباکس کنیم. حالا اگر از این کیف دلار اینا میخواید همش به لوکتر یوسرا پیام بدید تو اینستاگرام یا توی تلگرام. تو تلگرام پیام بدید، چون که ما تو اینستاگرام نمیتونیم دایرکت رو جواب بدیم. میذارم اینجا دوبارهشو به پیام بدید، براتون میتونم مثلا بگیرم و اینا. بعد یه چیز دیگه هم که من آیدی چنلم من میذارم اینجا، یه دونه چند دیلی زدین دیگه، میگفتید بزن و اینا، کلی با بچه‌ها حرف می‌زنیم، دوست داشتید جوین شید، خیلی حال میده دیگه. این از این حال میده خدا من متوجه شدم دیگه. از این دیگه فکر نکنم کاری داشته باشه. اینم آپدیت صورتم، لکومینا رفته، مثلا یه دونه فقط 2 تا جوش جدید زدم، یه دونه اینجا یه دونه اینجا که نمیدونم حالا دلیلش چیه. خیلی کرم اتیکسپای خوب بود دیگه. این از این. بریم ببینیم در ادامه ولاگ چه اتفاقی میفته. بچه‌ها دیگه من حاضر شدم برای مهمونی امروز. گفتم اینجا بهتون نشون بدم، چون داشتم حاضر می‌شدم برای بچه‌های تلگرام توی ویدیو مسیج گرفتم که ببینن در چه حالتی ام. اولش قرار بود موامو کرلی کنم، کرلی کردم، بعد اصلا اوکی نشد، رفتم همون دوباره شستم و موامو با اتو صافش کردم. حالا یه تقریبا یه ساعتی روش اومدیم، هنوز مهمونیشون نشد. تو مهمونی دوستمون گفتش دیگه زودتر بیاید. بعد اولین بار می‌بینید رژ لب تیره زدم. اینجا هم بهتون نشون بدم چه شکلیه. در یه همچین ویوی هستیم خوشگلا. استایل دوزا واقعا نمیدونم چطوری بگیرم، چون خیلی دست نخواهی کراپر رو پوشیدم. دامنه رو بهتون نشون میدم. باید این ناخونامو درست کنم دیگه، هلکی و تون نمادم. نخنش بود از آماده شدنم ویدیو بگیرم، بعد دیگه درست کنم، عوضشون کنم، زرد بزنم، یه ذره تابستونی و خوشگل بشه. یه کتاب بامزه هم اینجا دیدم، خیلی خوشگل بود. بهتون نشون میدم. صفحه‌شون چقدر نازه. همه شکلی شد. هلو، اومدم برم ناخونامو درست کنم بچه‌ها. گفتم که ولاگم بگیرم براتون از کارهای قبل سفر که ببینید تو چه مرحله‌ایم. دیگه دارم میرسم اوپال که ناخونام درست کنم. من نمیدونم این مردا چرا اینقدر تو رانندگی زن‌ها رو میخوان اذیت کنن. عجیبه برام، عجیب. البته واقعا از بیشونیشونه دیگه، چی میشه ببخشید، ولی دیگه نتونستم تحمل کنم. من برم اوپال و یه کوچولو خرید ریز انجام بدم. حالا شما رو در جریان میدارم فعلا تا برسیم برم پارکینگ، ماشین پارک کنم و بریم با هم بالا. چیزی جدی بهتون بگم، من پارک کردنم خیلی افتضاحه. بخاطر این هر سری که میام تو پارکینگ دوستم یه جای راحت رو بهم بگن، ولی از شانسم یه جای خیلی سختی رو بهم دادن. امیدوارم که موقعی اومدن بیرون اذیت نشم. دوستم همیشه برم توی جا پارکی خیلی مستقیم که لازم باشه فرمون رو بچرخونم کاری کنم دیگه، برم و به کارام برسم. موجهام که همش ریخته داغان برم. دائم استرس جنگ دارم، دائم هر کاری میکنم استرس جنگ دارم. اصلا نمیدونم این داره اذیتم میکنه. فعلا برم بالا. رسیدم و موجهامو همیشه قبل ترمیم بشورم و بشینم منتظر که دیگه موجهامو ترمیم کنم. من موجهامو درست کردم اومدم. یه سوال ولی ذهن منو خیلی درگیر کرده. من گفتم برم فردا برم یه دونه روغن آفتاب بگیرم. روغن آفتاب ایرانی برنده آردن اگه اشتباه نکنم. اینا سیگون 950,000 تومان یه دونه روغن آفتاب. خیلی برام عجیب بود، خیلی. بعد دیگه رفتم به پیراشی گرفتم. هر وقت میگفتم می‌خوام پیراشی بخورم با یه از این گاتاها. اونم پیراشی گفتم پیراشی رو بخورم، یه کمی جون بگیرم بعد رانندگی کنم، چون که خیلی خوابالو هستم دیگه. این از این. تو ماشینم نمیتونم با صندلی پشت دست باز رانندگی کنم، باید کفشم رو عوض کنم و با صندلی راحت رانندگی کنم دیگه. برم خونه
وسیله جمع کنم. موجامو سری کم قاشقوبی موجات کم پشت شده، باید تقویت کننده موجه بگیری بزنی. پریشب دنبال تقویت کننده اکسیلیا بودم، نبود، هیچ جا نبود دوستان، و قیمتش هم تو دیجیکالا زده بود 4 میلیون با اینکه موجود نبود. خدا رو شکر. به این زندگی بریم ادامه بدیم، ببینیم که چی در انتظارمونه. من رسیدم خانه و قراره وسیله جمع کنم. نمیدونم چیا میخوام ببرم و قبلش یه لیست آماده کنم. البته چیزی که تو ذهنم هست رو میذارم دیگه. من حتی توی سفر 2 روزه کریان به خودم میبرم، چون که توی وسایلم خیلی مرتب تره، چند تا کیف و اینا نمیشه. میخوام تو اینا بچینم وسیله ها رو. گفتم دیگه با هم آماده بشیم بذارم وسیله ها رو. یه دو دست مثلا لباس تو خونه، یه چند تا کراپ و اینای قشنگ حالا آدم اونجا عکس اینا بگیره، روغن و لوازم میکاپ و دیگه اینا. حالا میام بهتون نشون میدم من دونه دونه چه چیزایی میخوام جمع کنم و خودم ببرم. میشه میگی تو کمدی تو نشون بده. کمدی من چون کوچولو خیلی شلخته است، خب من همیشه همه چیو میچپونم این تو، یعنی هر چی لباس دارم چپیده میشه این تو. اول از همه اینا رو برمی‌دارم. این با ست مشکیش که شلوارک و اینا داره، برای خواب و اینا و عکس با حال مشکیه. بزنم تختم. میریم برای یه ست دیگه هم دارم. رو این دوتا کراپ سفیدا رو برمیدارم که حالا اونجا میپوشم، میبینید اینجا زیاد معلوم نیست. این شلوارام، این دوتا شلوارامو برمیدارم. بچه من حالا از بینشون انتخاب میکنم کدوم رو بردارم. برمیدارم چون احساس میکنم اگه بر ندارم اونجا میگن که چرا بر نداشتم. این ستو خیلی دوست دارم، خیلی نازنازیه. این سته رو برمیدارم ولی میدونم نمیپوشم، مثلا کاربردی نیست اونجا، چون پارسال قشم رفتم باهاش عکس دارم. این دامنه رو میبرم، چیزی از آویزونیا نمیخوام. باید برم فقط دوباره مثلا بگردم ببینم کراپ اینا چی دارم، اونا رو بردارم. چیزای آفتاب آوردم ببینم کدوما رو بردارم. احتمال زیاد صورتیه رو فقط بردارم، چون که حالا رد آفتابش خوشگل‌تره. شاید قهوه‌ای رو بردارم. صورتیه این شکلیه، خیلی نازه. قهوه‌ای یه دونه قهوه‌ای اول دامن شروع کنم. یه دامن داره اینطوری نازنازی، بالا تنش هم این شکلیه، خیلی خوشگله. تو همینم میذارم که گم نشه. البته اینم دارم، اینم خیلی خوشگله. صورتی هم یه دامن بلند داره اینطوری. اصلا هول میشم. حالا خوبه مثلا مسافرت خاصی نمیخوام برم، این همه میمونم چی به چی میخوام بردارم. قهوه یه دست برمیدارم دیگه. آنتالیا که نمیخوام برم بابا، میخوام برم یه 2 روز تو ویلا باشیم و عکس بگیریم دیگه. این حمصای اینجا خیلی خوشمزه است، این شکلیه و واقعا جزو خوشمزه ترین حمصاییه که من خوردم. ماهی مزه دار شده. ماهی اون تنه چجوری؟ هلو ما رفتیم خریدار رو کردیم و من براتون یه کوچولو ویدیو گرفتم که بذارم براتون. بیشتر خریدار پروتئین زعفر کردیم، خیلی خوبه، یعنی هر چی میخواید بریم جایی میریم خرید کنید، همه چیز کامله. به نظرم شما اگه نزدیکی تو میخواید خرید کنید اینا گوشت و مرغ پروتئین زعفر خوشمزه ترینه دیگه. خریدار رو کردیم، الان راه بیفتیم بریم 1 ساعت راهیم، یعنی 1 ساعت راه داریم. یه کوچولو هم زودتر میرسیم، نمیدونیم زود بهمون تحویل بدن اونجا رو یا نه دیگه. میریم اونجا هم بهتون نشون میدم و در جریان همه چی میذارمتون. برای سوشی هم رفتم پوشک گرفتم، انقدر بامزه شد ببینیدش. قشنگ نینی کوچولو شده، میبینید چه نازه. قشنگ یه خلاصه که اینطوری خیلی هم گرمه. امیدوارم تو این مدت که ما اونجاییم جنگی منگی نشه دیگه، بریم یه کوچولو خوش بگذرونیم و یه تابستونی رو شروع کنیم بالاخره. تو بغل من خوابیده، شایدش میکنیم بچه این اصلا یوسا میگه برسیم، خیلی هم هوا گرمه. باورتون میشه توی
جاده که اینطوری بود یه لاستیک افتاده بود و خورد به ماشینامون. میبینی؟ حالا پلاکو نشون بده. یاسی جان باورم نمیشه. ببین ما اینجوری جا خالی دادیم ردش کردیم. اصلا خیلی عجیبه این اتفاق. الان گفتیم اوکی شده داریم میریم جلو، ماشین انگار چیزی زیرش گیر کرده داره صدا میده. یعنی واقعا یه اتفاق خیلی عجیب بود. نمیدونم چرا این اتفاقا بیفته. بعد نمیدونم همه ویدیوش تو این دوربین باشه ضبط کرده باشه. یعنی اصلا لاستیک یه دفعه خیلی بد توی اتوبان رفت زیر ماشینامون. برای یکی بود معلوم نیست در رفته بود چی شده بود. خیلی بده. بچه‌ها برسیم یه باتری مای بگ توی این کیف جدید براتون میگیرم. الان وایسادیم یه کوچولو میوه اینا بگیریم. دیگه براتون قسمت‌های تصادفی هم میذارم که سفرمون اصلا اول جنجالی شروع شد. دیگه نزدیکیم، یه 10 دقیقه رو دیگه میرسیم. ساعتم 1:05 ساعت 2 اونجا بهمون تحویل میدن. حالا امیدوارم زودتر بهمون تحویل بدن. بریم یه ذره غذا اینا درست کنیم، خیلی گرسنه‌مونه. نهار امروز برگره. تو چی؟ سلام مامان. برگر اینا درست کنیم، یه غذایی بخوریم، بعدش هم بریم آفتاب بگیریم. شبم فینال جام جهانیه، ببینیم که کی میبره. این ناخونه هم که درست کردم این لپر شدش، بعد یه خودم با سوها چیزش کردم، اوکیش کردم. تو گفتم الان مثلا تایم ندارم برم برام آرایشگاه درست کنم و اینا، ولی یه کوچولو فرمش رو عوض شده. حالا برگردم برسم تهران میبرم که اوکی کنه. این روج لب جدیدم زدم، این شارلوت هست. بذارید میریم اونجا با تیمای بگ میگم. الان نمیشه. 300 تا بچه‌ها هندونه گرفتم بهتون نشون بدم باورتون. سفر 2 روزه ما دخترها نفری یه چمدون داریم. عالی. من دپای نه من یه کیف کوچولو دارم. بریم توچی. بالاخره رسیدیم. گفتم اول از همه اینجا رو بهتون نشون بدم، بعد دیگه اینجاها شلخته میشه. متاسفانه نمیتونم بهتون نشون بدم. ببینیم که چطوریه. خب اینجا یه اتاقشه که این شکلیه. این ورش استخره. سوشی بودو، من رفتم مامان بودو. اینجا دستشوی و حمومشه. بیا سوشی. اینجا آشپزخونهشه بچه ها. این شکلیه. اینا خریدامونه. این فضای ویلاه. این خود منم. این سوسی خانومه داره میدوه. سلام سوسی مامان. سوسی بیرونش این شکلیه. قشنگ جای آفتاب گرفتن اینا داره. خب بریم بالا رو بهتون نشون بدم. میریم بالا رو الان بهتون نشون بدم چه شکلیه. اینا رو چون میخوام بذارم یخچال دارم میگم بهتون. خیارشور، پنیر گوزا، جود، ماهی. اینا برای حمصه. کاهو، کیراشی زیاد. برگر. باز هم برگر. این بیوگلزار من خیلی دوست دارم. دارم این دوتا بعدشم. لیوان برای نوشیدنی. بیا اشکال اینه گودی. بیوگلزار این تنیش خیلی خوشمزه. چیپس بزرگ که چلوسیده شده. جوجه چه مزه‌ای؟ سیر و کره. جوجه اول سیر و کره. لیمو. حالا نمیدونم چه طعمی. همین که دارید میگی ویدیوها رو میبینه. آره. روغن سرخ کردنی. من نمی‌تونم قسمت این باکس می‌کنیم. این آبلی. ولی این دو تا جفت ترشا باز شده. این پینو. ترشا جفتش باز شده. چیکار کنه؟ سوشی داره عشق میکنه. بهترین روز زندگیشه. اینا که ماست. خوشمزه ترین سس برگر دنیا رو پاستیل
پاستی نه پنیره هالوپینو هالومی هموس سالاد زیتون گراسیمی اینم چیزه برونی یکیش برونی بادمجونه برونی بادمجونه دوباره زیتون گراسیمی دو تا اینم هزار چیزه میوه است یه دونه خربزه است انبه با هندونه چه میکنی مامانا؟ من لباسم رو عوض کردم گفتم بریم بالا بهتون نشون بدم سوشی بیا بریم بالا یاد بگیر بیا خب بالا رو بهتون نشون بدم که چه شکلیه یه دونه اینطوری میز بیلیارده این ویو بالا که پایین نشون میده شب با بچه ها بیلیارد بازی کنیم مثلا اونجا هم اتاقاشه 3 تا اتاق داره که دیگه بچه اون تو هم. دیگه استایل منم بخواید ببینید این 3 تا رو پوشیدم خیلی گرمه ناهارم درست نکردیم الان بریم پایین کارهای برگر رو اینا رو انجام بدیم چند تا باک داره دمپایی نداره یه کوچولو انگار کرکسیفه من یه کوچولو احساس کثیفی میکنم این که دمپایی هم نداره بعد قصه چیز پارت بعد ماجرا اگه دمپایی نبود خیلی بهتر میشد اینقدر اینجا تمیزه مثلا یه چاقو گذاشتن میبینید و مایه هم نداره مایه هم نیست ولی این ظرفش باحاله ظرف نارگیلیه ولی مایه متاسفانه نداره و این یه باگ خیلی بزرگیه برگرام اینقدر روی منقل کثیف بود تصمیم گرفتیم که روی گاز سرخش کنیم یاسی در حال درست کردن برگراه برگراش اندازه گوز شد بچه ها شهر بده گفتیم میزان شهری رو خدیه در واقعیت برگره این اندازه بود شد این اندازه گولمون زدن حالا دوباره روغنا اینو خالی کردیم توی جای دیگه درست کنیم اینم بچه ها زحمت کشیدن سس زدن نشون بده مرسی این بردار خیار شورا خورتشه اینم برای برگره دیگه ببینیم چه غذایی درست میکنیم خیلی داشته لخت است ولی مرتب میشه آماده شد شف یاسی برگر مرتب کرده شد خداوند بخشنده مهربان درود و شب بخیر خدمت همه شما همیهنان جان برای مسی عزیز میشه چرا خوشحالی مسی تو؟ از عنوان قهرمانی خودشون دفاع بکنن تا خب دیگه بالاخره امروز گفتیم یه ذره خوش بگذره البته که برقا رفته بود رفتیم کوچولو آفتاب بگیریم دیگه بعدش هم برق رفت یه 3 ساعتی برق نبود دیگه بعدش رفتیم همون یه ذره آماده شدیم برای بازی کنیم این بازی است من قبلا داشتمش ولی یادم نمیاد که چطوری بودش حالا الان می‌خوایم بازی کنیم چون تو دوران جنگ بازی می‌کردیم من واقعا هیچ چیزی از دوران جنگ دوست ندارم ولی بشه برام الان می‌خوایم بازی کنیم ولی میدونم که خیلی بامزه است حالا الان بهتون نشون میدم چطوریه باید نقشه بخونه خب حالا نقشه چیه نقشه اینه یا تیم قرمزیم یا تیم آبی یه تیم میشه قرمز یه تیم میشه آبی زردا پوچه من خوب هستش میریزیم نمیدونم واقعا من نظری راجع باش بازی پسران ندارم بابا خوشمزه است خوشمزه بود بابا تو این ماهی اینجا تو این قابلمه دوم خوشمزه ترین استیک دنیا رو بذاری زشت بنن اونو الان چرا خالی میکنید روغنشو واقعا آب ماهیه این نوشیدنی هم مخصوص ما دختر رو درست کردن برای تابستون کلینگرز استتیک هات گرل سامرمون خدایی نوشیدنی خوشگلی مخصوص تابستون کلینگرز استتیک هات گرل سامرمون تست نوشیدنی رو میخوام براتون برم ولی فقط فیس نداشته باشه چیزی هم داشته باشه مزه خواهم شده داشته باشه نظر آب گاز دارم
نه مزه هندونه و کمی لیمو هم میده. نه ولی جدی مزه هندونه هم میده. من که دروغی ندارم با شما ولی خیلی خوشمزه است. اینم ماهیم اصلا شبیه استیک شده. چی بهتر از این؟ فقط کاش خیارشور هم داشتیم خیلی بیشتر میچست. انقدر هم نودل کرده بودم دیگه گفتم یه نودل سفارش بدم بخورم و چون حجم نودلش واقعا زیاده یعنی من ریختم تو این ظرف کامل پر شد ولی من تا الان نودل چاپ چاپ رو نخوردم گفتم امروز تست کنم ببینم چه مزه‌ایه. بچه‌ها خیلی شلختم میدونم اینو بذار بیارم بالاتر چون که به شدت گرسنمه. من فقط گفتم نودلش رو تست کنم بعد دیگه خودم برم فیلم ببینم و بخورم. تا الان نخورده بودم نودلش رو ولی خوشمزه است. یه مزه دودی میده. مدلی نودل نخورم ولی خوشمزه است. خیلی وقت بود دارم نودل می‌خواست ولی نودل سو واقعا از همه جا بهتره. دیروز برگشتم دیگه انقدر درگیر تمیز کردن و جمع کردن چمدون اینا بودم مثلا یادم رفت از دیروزم ویدیو بگیرم. البته کار خاصی هم انجام ندیم دیگه. الان گفتم دارم غذا میخورم بیام باهاتون حرف بزنم یه کوچولو و اینکه دوباره صورتم جوش زده و جوشای هورمونیه. خواستم امروز برم دکتر پوست استثنایی امروز نبود و خیلی ناراحتم. خیلی جوشای صورتم ریخته بیرون. بعد برم هفته بعد حتما دکتر. جمعه میرم آزمایش میدم هفته بعدم میرم دکتر ببینم دوباره چرا چون یه سری از تایما مثلا تابستون خیلی بدنم سر این هورمون به هم میریزه جوش موشام زیاد میشه. دیگه فردا گفتم دیگه خواستم امروز برم که نشد دیگه میرم برای هفته بعد. دیگه بچه‌ها اومدم همه لباسا رو انداختم تو لباسشویی شستم و اینا اصلا درگیر بودم. شب شد و گفتم خوابیدم مثل اینکه دیشبم صدا پدافندینا میومد من نشنیدم هیچی. سوشی ساعت 3-4 بیدار شده داره آپ میکنه اصلا انقدر خوابم میاد فقط صدا پارت سوشی رو میشینم دیگه نفهمیده بودم پدافندی. صبح اخبار دیدم خوندم حالا ان شاءالله که واقعا خدا خودش مراقب ما باشه. من دیگه چیزی کار دیگه از دستم بر نمیاد چون انقدر همش ناراحت و سر این موضوع اعصابم خورده دیگه نمیدونم چیکار کنم سر این موضوع جنگ و اینا. یکم شل کردم امیدوارم که همه چی خوب بره جلو و اتفاقای خوب بر هممون بیفته. درگیر جنگ و تابستونمون اینطوری خراب نشه دوباره. هفته پیش انگار مریضی گوارشی گرفتم حالت تهوع سرگیجه و اصلا حالم خیلی بد بود. دیگه گفتم بذار این مسافرت‌ها رو دقیقاً ولاگ بگیرم که تا جایی هم که میشد ولاگ گرفتم و از اتفاقا گفتم. چند بار پرسید کجا رفتی؟ ما رفتیم دماوند. میلا گرفتیم توی دماوند رفتیم یه 2-3 روز پیش هم باشیم با دوستامون. خیلی خوش گذشت. دیگه اینکه حتما بیا جوین چنل تلگرامم بشه بزنم که داشتم حرف می‌زدم تلفن زنگ زد دکترم بودش. من یه ذره جلم مونده بود برای بالای لبم مونده بود دیگه فردا وقت گرفتم برم بزنم که من هی امروز و فردا می‌کردم پشت گوش مینداختم دیگه. این از این واقعا نمیدونم چی در این زمانه گفتم حتما جوین چنلم بشی چنل تلگرام اونجا با هم بچه‌ها حرف می‌زنیم و هر سوالی باشه میپرسیم. این هفته کوچولو ویدیو زمان برد بذارم ببخشید. من یه کوچولو الان صورتم حالش خوب نیست. خیلی دو دل بودم که بیام جلو دوربین بدون میکاپ حرف بزنم اینا ولی تهش گفتم که تو یوتیوب خود واقعی تو داری نشون میدی و من همیشه دوست داشتم که هر چیزی که هستم بیام به شما نشون بدم و واقعا میگم حالم خوب نبود سر جوشام. هی دارم میگم که اوکی خوب میشه دیگه چیکار کنم. هر یه مریضیه که هر چند وقت یه بار این مشکل برش پیش میاد دیگه. واقعا خسته کننده است ولی کارش نمیشه کرد. همین که هست دیگه. امیدوارم که این ولاگم دوست داشته باشید. یادتون نره ویدیو منو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. خودتون میدونید چقدر همیشه ازتون انرژی میگیرم. به خاطر همین خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا بای بای.